بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز. قرآن کریم سرچشمه شفا، هم شفا و هم درد، اینها خواست خداوند هستند، نه حالتهای تصادفی که به خواست خداوند به وجود آمده باشند. حتی برگ از درخت به رخصت خداوند نمی افتد. ما روشن می بینیم که بسیار آیت ها و حدیث ها نشان می دهند که هم درد و هم شفا از الله هستند. در قرآن کریم کلمه شفا 4 مراتبه، کلمه یشفی 1 مراتبه و 1 مراتبه دیگر کلمه یشفینی ذکر شدند. سوره اسراء آیت 82، سوره یونس آیت 57، سوره توبه آیت 14، سوره فصلت آیت 44، سوره شعراء آیت 80، سوره نحل آیت های 68 و 69. به شبهه قرآن این مهربانی است، فرستاده شده است برای شفای بیماری های اجتماعی و پسیخولوژی به مثل شبهه و درویگی، ناباوری و بدخلقی، جبر و ناحرمتی به نزدیکان، غضب، ناامیدی، بیکاری، نادانی، به اندیشه تقلید کردن، به وجدانی، به عدالتی و دلسیاهی.